و فکر من که وقتی که نیروهای هم حربی که شوروی از افغانستان رفتن وضعیت برعکس بدتر شد، بهتر نشد. این حال نیروهای خود افغانستان آماده نیستند که خود همون ارتش ملی خودشان را پورا همون سرحد افغانستان را حمایت کنند. برای همین نیروهایی که امریکا در آنجا هست، امریکا رود و پورا ناتو رود، جای او را کی میگیرد؟ با فکرم خوبتر نمیشود. بهتر است که اگر تو سال 2020 استان کار نشود. اگر ارمیای سوویتی تا آخر همونجا میایستاد، همون ویران نمیشد. با فکر شخصی من حضور داشتن همین نیروهای ناتو در همین برای وضعیت افغانستان با اطلاع آوردن یک کمکی به غرضانه دارند. با فکر شخصی من، چون که ممکن است که از برآمدن همین نیروهای ناتو ممکن وضعیت با تیزتون به عمل بیاید. بیگانگان نباشن، اگه کشورهای بیگانه دخالت نکنن وضع بهتر میشه. اگه همون ناتو اون اعضای اونها از اونجا برن، اونجا وضع بهتر خواهد شد. یعنی مردم افغانستان استقلال پیدا خواهند کرد. الان تحت سلطه اونها به سر میبرن. در واقع چون نیروهای بازدارنده ناتو جلوگیری کردن از نیروها سرحدات پاکستان و دیگر جاها رفتن، با رفتن اونها ممکنه باز نزدیکی شهرها بیان. یعنی وضع بدتر خواهد شد. اگر نیروی افغانستان آمادگی نداشته باشن ممکنه بدتر بشه. فکر من که اگر армияи нафт аз Афғонистон барояд, фикри ман вазъияте ки дар Афғонистон аст бисёр хуб мешавад ва он ба мисол ба фикри шахсии худшон кор мекунанд ва масъулияти худшонро истифода мебаранд. ба фикри ман агар ки анами артиши НАТО аз Афғонистон хуб берун шавад, агар шояд ана ҳамин зиддухурдҳо аз